در برنامه اخباری آزادی از تاجیکستان و جهان خبرهای مهمترین را گرد آوردیم. امروز 3 ایول است و گرداننده برنامه من مومین احمدی هستم. نگاه به سرخط خبرها. امامعلی رحمان، پوتین و سی جین پین به قزاقستان رفتند. هدف از نشست رهبران کشورهای منطقه در آستانه چی هست؟ شیوه نوی شکاری مهاجران. پلیس روسیه ویدیوی نظارت و بازداشت 10 مهاجر طریق درون را نشر کرد. 100,000 جوان تاجیک برای دانشجو شدن حجت سپردند. سبب افزایش داوطلبان در چیست؟ خوب شد که امسال بیشتری داوطلبای ما توجه کردن به دانشگاه‌های عالی کشور خودمان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و سی جین پین رهبر جمهوری مردمی چین و امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان امروز در شهر آستانه پایتخت قزاقستان هستند و در نشست سازمان همکاری‌های شنغهای شرکت می‌کنند. در همایش 2 روزه قرار است جمهوری بلاروس را نیز به عضویت این سازمان قبول کنند که هدف آن را تلاش چین و روسیه برای تأسیس یک سازمان امنیتی هموزن با نهادهای بین المللی غربی می‌نامند که امریکا در آنها نفوذ زیاد دارد. جلسه 2 روزه در آستانه را همچنین منبر برای ولادیمیر پوتین نامیدند که نشان بدهد با وجود جنگ در اوکراین در انزوای بین المللی قرار ندارد. خبرنگار رادیو آزادی رد استندش در آستانه این نشست از تحلیلگر سازمان مریکس در برلین ایوا سیوارت خواست مسائل موردی بررسی در نشست آستانه را شرح دهد. به نظر من خبری کلان به عضویت سازمان قبول شدن بلاروس می شود. بلاروس عضو 10 این سازمان و هم اولین کشور اروپایی می شود که به سازمان همکاری های شانگهای قبول خواهد شد. تحولات وابسته به این و فعالیت آینده برنامه برای مشاهده جالب خواهد بود. دوم چیزی که باید دید این در رابطه با تروریسم این سازمان چی خواهد کرد، چون نشست بعد حمله اخیر تروریستی به روسیه برپا می شود. فکر میکنم که سازمان در تلاش قبول برنامه نوی همکاری در سمت مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراطگرایی خواهد شد. این مسئله احتمالاً برجسته می شود و من هم به این خاطر از جریان آن مشاهده خواهم کرد و مسئله سوم بشبه افغانستان خواهد شد. این چنین موضوع جنگ روسیه در خاک اوکراین هست. تا جای من خوب در یاد دارم درباره این جنگ در جلسه گذشته هیچ اشاره هم کرده نشد، ولی من به خاطر همین موضوع جلسه را پیگیری میکنم تا ببینیم آیا درباره جنگ روسیه علیه اوکراین کدام اظهارات صدا می‌داده باشد یا نه. سوال دیگر از تحلیلگر درباره رسالت سازمان همکاری‌های شانگهای بود که تا کجا دیدگاه‌های روسیه و چین بر رسالت سازمان از هم فرق می‌کنند. به نظر من چین و روسیه دیدگاه‌هایشان را دیگر می‌کنند و حال خواست‌های آنها از این سازمان هم فرق می‌کند. وقتی سازمان با تشبث چین تأسیس شد یک تغییراتی جدی آورد. در آغاز روسیه از این سازمان چندان خوشحال نبود چون که تشکیلات زیر نظر خود را دارد و برایش ضرورت دخالت چین وجود نداشت. از این رو در آغاز چین برای همکاری بیشتر و نزدیکتر مثلا از راه‌های اقتصادی تلاش و روسیه بیشتر استحاله می‌کرد. حالا در عموم می‌شود گفت که روسیه در فعالیت این سازمان منفعت دار می‌شود. این چیز بعد اشغال کریم بیشتر احساس شد. بعد هجوم به خاک اوکراین در سال 2022 روسیه در فکر پیدا کردن شریکان نوین و توسعه مناسبت‌ها با دیگر شریکان دور از اروپا و غرب شده است. اگر ما درباره موضع‌گیری ضد غربی سازمان بگوییم چنین موقع بیشتر از روسیه نه از چین دیده می شود. چین از داشتن چنین یک چهره خودداری می کند و در تلاش این است که شریکانش در آسیای مرکزی و غرب و دیگر همکاران سازمان همکاری‌های شانگهای را متقاعد کند که موضع ضد غرب. تحلیلگر سازمان مریکس در برلین ایوا سیوارت درباره نشست سازمان همکاری‌های شنغهای صحبت می‌کرد که امروز و فردا در آستانه قزاقستان صورت می‌گیرد. و پلیس روسیه بار دیگر در نوار شیوه شکار مهاجران از طریق درون را نمایش داد. مقامات روس گفتند که با درون فرمه چارواداری را در کنار مسکو نظارت کردند. مهاجران ظاهراً از ترس به داخل جنگل فرار می‌کنند. در نوار دیده می شود که در تاریکی شب نیز درون مهاجران فراری را می شناسد و آنها را پیدا می کند.
به دنبال درون کارمندان پلیس به نزد مهاجران میرسند و آنها را بازداشت میکنند. شیوه تفتیش و بازداشت مهاجران را حامیان حقوق تحقیرآمیز و یک نوع شکنجه مینامند. در اینجا چند مهاجر کار میکنند معلوم نیست، ولی پلیس از بازداشت 48 مهاجر غیرقانونی خبر داده است. آنها را برای بیرون کردن قاعده های مهاجرت جریمه بستند و بعضی را اخراج میکنند. مقامات روسیه گفتند که مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی هستند ولی از کشوری آنها نام نبرده است. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند و پیوسته از جانب مقامات روس اذیت میشوند. برمیگردیم به تاجیکستان. امسال بیش از 100,000 جوان در تاجیکستان برای دانشجو شدن خود را در مرکز ملی تستی ثبت نام کردند. تعداد داوطلبان تحصیل در دانشگاه‌ها امسال بیشتر شده است. چرا؟ براد یوسفی و علیشیر ظریفی سبب افزایش داوطلبان را جستجو کردند. دوره حل‌کننده برای آرزومندان تحصیل در دانشکده و دانشگاه‌های تاجیکستان سر شد. برعکس سال گذشته شماره داوطلبان امسال افزایش یافته بیشتر از 100,000 نفر خود را در مرکز ملی تستی نامنویس کردند. یک سبب چنین افزایش را در اینجا به کمتر شدن آرزومندان تحصیل در خارجه مخصوصا روسیه می‌بینند. خوب شد که امسال بیشتری داوطلبای ما توجه کردن به دانشگاه‌های عالی کشور خودمون، یعنی همه ساله هر سال بسیاری ها میسپردن به کشورهای خارجه. این سال بیشتری داوطلبایی که به خارجه میرفتن کمتر فایزشون کمتر و به مرکز ملی تستی حجت سپردن و امروز در امتحانات ما اشتراک کرده ایستادن. مرکز ملی تستی هنوز سبب و عامل‌های افزایش شماره داوطلبان خوانش در مکتب‌های عالی و میانه مخصوص تاجیکستان را تحلیل نکرده است. اما با تخمین برخی از کارشناسان یکی از سبب‌ها می‌تواند بد شدن بعضی تاجیکان در روسیه پس از واقعه کروکس باشد. نگاه اول به آمار نشان می‌دهد که طلبکاران تحصیل در روسیه کمتر شدند. هر یک پدر مادر می‌خواهد که فرزندش به جای که خواندن برود امنیتش باشد. با واسطه مرکز تستی با مکتب‌های عالی رسیده عموماً سال‌های پیش هم همه خیلی بود، خیلی بسیار خواهشمندان نبود، لیکن این سال با این شرایط‌ها روزی نیست که اخبار عموم خبر نکرد درباره مهاجرت این تاثیر میرساند. پیشتر خبر رسیده بود که فدراسیون روسیه سهمیه تحصیل رو برای داوطلبان تاجیک زیاد کرده است. جایهای رایگان برای سال تحصیلی 2023-2024 برای شهروندان جمهوری به 1000 عدد رسید. بر اساس آمار رسمی در مؤسسه‌های عالی تعلیمی روسیه بیش از 35,000 دانشجو و اسپیرانت‌های تاجیک تحصیل دارند. والدان برخی از داوطلبانی که امروز امتحان می‌سپاریدند میگویند در شرایط فعلی تحصیل فرزندشان در داخل کشور بهتر است. حاضر مثال فرزند خودم می‌بینی که مثال یگان چیز نیست، همه چی با قانون قاعده‌اش همه طرفا خوب رفته است. حاضر نقض رفته. سال گذشته بیش از 96,000 نفر داوطلب در مرکز ملی تستی ثبت نام شده بود. با وجود این سالهای اخیر نقشه قبول دانشجویان به مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان اجرا نمی‌شود. توجه به مکان‌های یک زمان سرخریدار هم کم شده است. نمایندگان بعضی از سازمان‌های اجتماعی این روند را به قبول و اجرای قانون نوی خدمت حربی ربط می‌دهند. جنگ روسیه در اوکراین سبب شده است که شرکت‌های زیادی در این کشور به نیروی کاری احتیاج پیدا کنند. از بس که قسم زیادی را به ارتش سفربر کردند و قسم دیگر هم از ترس از کشور فرار کردند، حالا شرکت‌های اوکراینی نمی‌دانند از کجا برای خود کارگر یابند. گزارشی را در این باره همکارم مولا رجب یوسفی تقدیم می‌کند. مترو با سرعت‌ترین نقلیات مسافربر در کیف است. قطارها پی هم در هر 2 دقیقه به حرکت می درآیند، اما مسئولین میگویند مجبور شدن فاصله وقتی آنها را درازتر کنند. با توجه به کمبود رانندگان ما مجبور شدیم فاصله وقت را درازتر کنیم. صبح و شام فاصله 45 ثانیه و در ساعت‌های دیگر تا 1 دقیقه درازتر شد. به گفته این مسئول حالا بیشتر چلانگر و برقکارها نمی رسند. در مجموع تقریبا 15% جایهای کاری خالی اند. بخش خصوصی هم دچار بحران شده است.
اعلان جایهای خالی کار را می شود حتی در و دروازه مغازه و قهوه‌خانه ها هم دید. از آغاز جنگ تا حال آمار جایهای خالی کار به بلندترین سطح رسیده است. بیشتر از همه در بخش خدمت رسانی به کارگر ضرورت دارند. پیش خدمت، آشپز و کوریر یا خطکشان می‌جوییم. کارمندان در ساحه استحصالات هم ضرورند. به اطلاع وزارت اقتصاد اوکراین 58% کارخانه‌ها کمبود متخصصان را مشکل اساسی خود نامیدند. سبب اصلی این بسیج یا موبیلیزاسیا است. حالا کشور ما را تقریباً 1 میلیون سرباز حمایت می‌کند. دوم مهاجرت است. قریب 6.5 میلیون اوکراینی‌ها رفتند. 4 میلیون آنها آدمان سنی قابل کارند. تحلیلگران بازار کار میگویند که ظاهراً این بحران موقتی نیست و به کارفرماها مشورت میدهند که خود را به طلبات نو بازار مطابق سازند. از یک سو بحران تاثیر منفی و از سوی دیگر تاثیر مثبت هم دارد. شمار زیادی زنان و معیوبان و پیرانسالان میتوانند با کار تامین شوند. بنا به اطلاع وزارت سیاست اجتماعی اوکراین، در این کشور چند گروهی هستند که میتوانند وضع را در بازار کار تغییر دهند. قریب 1 میلیون نفر دارای امکانیت محدود نیروی کاری است. همچنین مهاجران داخلی نیز هستند. تا ماه فوریه سال 2023 ما 700,000 بیکار داشتیم. گروه سوم آدمان نزدیک به سن نفقه‌اند. کارشناسان بر اینند که برای با کار تامین کردن این افراد برنامه‌های وسیع مقیاس بازآموزی و مطابق شوی لازم است. این کار هم برای بخش خصوصی و هم برای حکومت دشوار است. به گفته وزارت اقتصاد، در 10 سال آینده اوکراین باید 4.5 میلیون کارگر را به کار جلب کند. برنامه را با موضوعی از تاجیکستان ادامه میدیم. تاجیکستان یک سرچشمه اصلی آب در آسیای مرکزی است، ولی مردمش از نرسیدن آب نوشابه رنج میکشند. حکومت چند سال باز اعلان میکند که برای دسترسی ساکنان به آب نوشابه تلاش دارد، ولی این مشکل حل نشده باقی مانده است. همکارم شادمان یتیم از یک دهه‌ای که ساکنانش مشکل دسترسی به آب دارند گزارش تهیه کرده است. در اکثر نواحی تاجیکستان ساکنان همواره از کمبود آب آشامیدنی شکایت میکنند. در جنوب تاجیکستان دهات موجودند که سالها آب ندارند. ساکنان میگویند مجبورند نبود آب آشامیدنی و برای پالیزی را تحمل کنند. اینجا جماعت گلستان ناحیه جلال‌الدین بلخی است. در چند دهه این جماعت آب آشامیدنی اصلا نیست. فیض‌الدین ایسایف مرد 48 ساله از دهه دوردست کنگورت جماعت گلستان چند سال اخیر نمیتواند زمین نزد خانه اش را کشت کند چون آب نمیرسد. هم مسخ اگر نگاه پیش هتل نگاه آب نیست، فقط میریم سریع قبر خو میریم نسوس هم گیرون میکنیم آب میمونه تمام. در این دهه دوردست حدود 80 خانواده زندگی میکنند. آنها از سال 2009 به این سو با مشکل آب آشامیدنی و آب برای زمین‌های کشت دچارند. مشکلی که مقامات سالهای اخیر نادیده میگیرند. هم میبینه جماعت ها میبینه خیلی چی میکنه وضعیت آب میبینه نیم خیلی میکنه میره مال میگن دام هیچ کچی نیست تا وضعیت نسوت بیزی باکه درختو باید از آب میریم که درختو آب بخوره که درختو مساس شود تمام اگرات خیلی ندویم که. ساکنان این دهه میگویند که در فصل تابستان طلبات به آب زیاد می شود. آب به همه نمی رسد. همزمان برای آبکشانی پول استفاده برق نیز زیاد می شود و در نتیجه زمین های زیاد در دهه بدون کشت می مانند. زمینه ما در آب نیست، هیچ نکرده نمیتونم. همه در آب نیست، اینجا همسایه‌ام در آب نیست. این چاه را با آب تازه پر کرده اند. رئیس جماعت گلستان نخواست در مورد کمبود آب و آمار خانواده های به آب صحبت کند. برنامه به پایان رسید. خدا نگهدار.